همکاری چی تجارتی، چی همکاری دهقان یا تمام شریکی که در هر جایی که در کارهای شریک هستید، عدل رو و انصاف رو رعایت کردن. این میشود تقوا، این میشود چیز خدا ترسی. اما اگر انسان خب دیگر ظلم بر زن کند، به همسرش کند، یا ظلم به فرزندانش کند، یا ظلم به شوهرش کند، یا غیبت کند، سخنچینی کند، بدگویی کند، خب این همه انسان رو به کجا میبرد؟ همونایی که همیشه در زیان و ضرری خب همسری خود، شوهری خود، فرزندانی خود، برادرانی خود، فرزندانی پدری خود، فرزندانی مادری خود در زیان و ضرری همسایه و همکاری خود هستند، بعد میبینید که دردی بی‌دوا نمیدونن دیگر چیکار کنن. برای همین باید که انسان همیشه از روی عدل انصاف یعنی تقوا، خدا ترسی، از روی عدل انصاف زندگی کند. حالا هر صبح که بیدار شدید بگو که الحمدلله که امروز سالم هستم، از خواب بیدار شدم، عضو پاها کار میکند، حرکت دارم، پروردگار رو شکرانه در نوبت اول. حالا در نوبت دوم پروردگار رو امروز هم رو با برکت و در تمام معامله من رو مفید منفعتناک و بی ضرر بگردان و هیچ کسی ضررم نرسد. وقتی که بنده مؤمن، هر مسلمان این مناجات رو در اولی روز یا صبح، یعنی این آرزو، این دعا و این نیت رو میکند، پروردگار اون روزش رو با برکت میکند. یا که مسلمان فرض کردیم معلوم میخیزد، طهارت میکند، نماز بامدادش میخواند، اولین معامله رو که شروع میکند در اولی روز صبح، این معامله با پروردگار است. نماز خواندن یعنی یک معامله کردن با پروردگار است. وقتی که بنده مؤمن مسلمان معاملهش رو با پروردگار شروع میکند، تمام معامله های باقی مانده اون روزش رو پروردگار با برکت میکند. یعنی میشود حیاتش، زندگیش با برکت و مهم اساس قلبش قانع و آرام و آسوده و قناعتمند. این قناعتمندی و این راضیگی و این خرسندی و این شکرگزاری برای بنده مؤمن، برای مسلمان خیر و برکت و رحمت و مغفرت زیاد میاره. و مهم اساس وقتی که همیشه نیتی نیک دارد انسان مسلمان و اندکی سعی و تلاش کند برای که منفعتش به دیگران برسد، پروردگار کامیاب و موفق میکند حتمی. برای همین بنده مؤمن همیشه دعا میکنه که پروردگار رو نیتم رو نیک، قلبم رو صاف و پاک، که پر از کینه باشد، پر از عداوت باشد، پر از دشمنی باشد، پر از حسد باشد، همیشه سرسان است، همیشه سرگردان است، همیشه حریص است، همیشه یعنی چی ناراضی هست، همیشه شکایت میکند. یعنی خطرناکترینش در این است که همیشه سرگردان است، تشویش است، دردی در هیچ کجا از اون در ترس است، آفتی در هیچ کجا از اون میترسد، خطری در هیچ کجا در خطر است. به خاطر چی؟ به خاطر که قلب پاک نیست، به خاطر که در قلب کینه و کدرت و حسد و عداوت و دشمناگری و تمام خصلت‌های زشت شیطانی رو شیطان جای کردگی هست. همیشه شکایت و همیشه سرسان و همیشه سرگردان و همیشه حریص زندگی میکنه. خدا نشان ندهد. مثل اینکه از وجودش، از هستیش، از تمام موجودات ناراضی هست، از پروردگار ناراضی هست. ولی پروردگار میگه که استعذ بالله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و کسی اگر تقوا کنه، پرهیزگاری کنه و هر حرام و حرجی و هر فسق و فجوری و هر مال و اموال کسی چشم علو نکند، با دورندگی و کسی حسرت و ندامت و یعنی برهم خوردن اون نعمت نکند، میشه یک زندگی با برکت، حیاتش یعنی مبارک و پروردگار از جای برایش میرساند که هیچ در نظر نداشت. یکی از دوستا گفتن که من رو از جای کارم پیش کردم. خب جای کاریم خوبی بود، بد نبود، زندگی هم خوب میگذشت، معاشی خوبی هم داشت. خب با سببی از کار راندن داد. از گفتم پروردگارو این اهل خانواده و فرزندانم حالا دیگر چیکار میکنم؟ دیگه قسم خورد که تا وقتی که در همون وظیفه بودم، تا وقتی که با اون وظیفه رفتم و در اون وظیفه بودم به هیچ کس ظلم نکردم. همیشه فکرم بود که عدل و انصاف و عدالت و انصاف پیشه من هست و باید از همین جاده و از همین راه دور نروم. همیشه عدل و انصاف و با کسی ظلم نکنم. چند روز نگذشته یکی از دوستا دعوت کردن که فلان شنیدم که از کار حاضر بیکار هستی، بیا ما جای کار داریم، وظیفه خالی هست، این وظیفه رو اشغال کن. و صاف دلانه و پاک دلانه میدونم که انسانی به انصاف هستی، انسانی یعنی عدالت پرور هستی، کار. خب رفتم گفتم که این همین وظیفه. گفتم برادر عزیز، اگر میخواهید که من همین معلومات و همه توانمندی و همه مهارت و همه هنرم رو برای کارخانه شما صرف کنم، این معاش برای من کم است. من مجبور میشم که اون کارهای دست بزنم که هیچ وقت من به این کار دست نمیزنم. معاش من رو این قدر کنم. البته کارخانه غیر دولتی، کارخانه جمعیتی یا تجارتی، کارخانه مبلغ من رو یا که معاش من رو همین قدر کنید، یعنی از من برکت میابید. من به هیچ کاری پلید دست نمیزنم و میبینید که انشالله هم با شما هم کارخانه شما انشالله کارش باز پیشتر میرود و بهتر میشود. خب در روز اول استودگری کردم، گفتم معاش کردم و کار شروع کردم. الحمدلله یعنی زندگیم از اون پیشتر، از اون وظیفه‌ای که داشتم از اون بهتر و بیشتر و خوبتر و مبارکتر زندگیم رفته ایستاده است. یعنی ادای وظیفه کرده ایستادم. یعنی من این قصه رو به خاطر چی گفتم؟ به خاطر که وقتی که انسان مسلمان عدل میکند، انصاف میکند و حرام و حرج دست نمیزند و فسق و فجور دست نمیزند، پروردگار میدهندش از یک جایی که در گمانش نیست، پروردگار برایش میرساند. برای این انسان، برای این مسلمان هیچ در گوشه خیالش نبود که فلان کارخانه رو دعوت کند و با معاش بهترین یعنی به وظیفه قبول کند. وقتی که انسان انصاف و عدل انصاف چیکار میکند؟ پیشه میکند، پروردگار حتمی در فکر اون بنده هست. یعنی به عبارت دیگر یک فرموله انیق و دقیق، وقتی که مسلمان همیشه در فکر پروردگار باشد، پروردگار همیشه در فکر این بنده هست. پروردگار این بنده اش رو هیچ وقت خور نمیکند. چرا مسلمان خور میشود؟ چرا مسلمان ناکام میشود؟ چرا مسلمان بدبخت میشود؟ چرا سرگردان میشود؟ بخاطر میخواهد خیانت کند، دزدی کند، غری کند، نمیدونم چیکار کند. حتمی وقتی که این نیت ناپاک و یعنی عمل مضر و ضررآور و حرام و حرج و فسق و فجور، حتمی و دیگر ناکام بدبخت میشود. برای همین دعای مؤمن است که میگوید پروردگار نیتم رو نیک، قلبم رو صاف و پاک، عملم رو صالح با برکت بگردان.
وقتی که با این دعا هر جایی که شغل وظیفه میکند، هر جایی که کار میکند برکت می‌یابد. تقوا یعنی چی؟ تقوا معامله نیک با همسر. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی معامله نیک با فرزندان. تقوا یعنی خداترسی. یعنی چی؟ خداترسی معامله نیک با فرزندان پدر و مادر و دیگر خویش تبع و اقربا و صله رحم. تقوا و خداترسی و پرهیزگاری یعنی چی؟ مفید بودن برای محیط خانه و محیط زیست و وسیعتر و وطن و کشور و ملت و دولت و این همه مفید بودن. این رو میگن خداترسی، این رو میگن پرهیزگاری. تقوا و پرهیزگاری فقط اون نیست که خب جمعه و جیلک و صلاح و دیگر رو در یک کنج مسجد فقط تسبیح بزنه. خب درست دیگه اون هم ذکر است، اجر دارد، ثواب دارد، لیکن بزرگترین ثواب در همونی هست که برای عموم مردم منفعتش میرسد. دوست داشته ترین بنده مؤمن مسلمان همونی هست که منفعت نوکترین مسلمان برای دیگران باشد. خداوند عزوجل بنده اش رو دوست می‌دارد، در خدمت بندگانش میگذارد، خدمت مردم میکند، منفعتش به مردم میرسد. هیچ وقت نیتی ضرر به مردم و بندگان پروردگار ندارد. خداترسی یعنی معامله نیک با پروردگار کردن، اخلاص اعتقاد و پرهیزگاری و خداترسی معامله با پروردگار و رحم به بندگان پروردگار. این میشه تقوا، این میشه پرهیزگاری. همیشه با پروردگارش معامله نیک دارد، اعتقاد، ایمان، اخلاص و رحم شفقت به بندگان پروردگار. قطع نظر اون بنده کی باشد. حالا بسیاری رو میبینید که ناکام هستند به خاطر چی؟ به خاطر که حالا نه قلبی بیدار دارن، نه عقل فعال دارن، نه یک ضمیر احساسات انسانی کامل دارن که در زندگی کامیاب شوند. برای حکیم میگوید اذا مات القلب ذهبت الرحمه. اگر قلب که مرد، سنگدل شد، بی‌رحم شد، یعنی این قلب که مرد بسیاری مرده هست، تمام رحم شفقت از این قلب می رود، بی‌رحم می شود، بی انصاف می شود، مضر می شود، همیشه در فکر ضرر مردم است، همیشه در فکر اون است که کی فریب بدهم یک چند پول و پیسه اش رو بکشم بگیرم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. یا چگونه فلانی رو یک لیلی پیپی بعد غارتش کنم. ولی میگه و اذا مات العقل ذهبت الحکمه. عقل اگر مرد یا عقل اگر کرخ شد، حکمت از بین می رود. حکمت یعنی چی؟ اندیشیدن که همین کار رو انجام بدهم نتیجه اش چی هست. مسلمان باید تو این فکر کند که همین کاری رو که میکنم یا همین معامله رو که میکنم خلاصه و نتیجه اش چی میشود، یا همین معامله رو که من شروع میکنم انجام دادنی هستم یا که میکنم آیا در این روزگی پروردگار هست یا غضب پروردگار. وقتی که میبیند که در این روزگی پروردگار هست، حتمی در اون برکت، در اون سعادت، در اون عزت، در اون قناعتمندی خاطر جمعی هست. اما اگر در اون غضب پروردگار باشد، حتمی پشیمانی و بی‌برکتی و نحسی و کسلتی و کثافتی و آوارگی و سرگردانی هست. هیچ روی گریز نیست. میگه اذا مات الضمیر ذهب كل شيء. اگر ضمیر یعنی چی؟ وجدان یا احساس انسانی، یعنی شعور انسانی. وقتی که شعور انسانیش برهم داد، همه چیز برهم خورد. وقتی که شعور انسانیش رو از دست داد تمامی، یعنی حیثیت و شخصیت و برکت و عزت و سعادت و همه رو از دست داد.
حالا بعضی گفتم که بعضی آدم ها یک معامله میکنن باید که یک چیزی بکنن بگیرن. همینایی که فریب میکنن، همینایی که غارت میکنن، همینایی که میدزدن، همینایی که یک معامله مجامله درویگی میکنن بعد یک چیزی میکنن از اونا میگیرن بعد دیگه با گفتن نمیبندنشون. عاقبت چی؟ عاقبت چی؟ اون فریب دادگی فایده میکند یا فریب خوردگی؟ در ظاهر نمایان میشد فکر میکند که حالا من این رو فریب دادم، من برد کردم. در اصل نه. اون فریب داده، فریب خوردگی برد کردگی است. فریب دادگی یعنی چی؟ زیان و ضرر دیدگی است. اگر همین فریب دادگی یا همین ظالم اگر بداند که عاقبت ظلمش چی هست، تا آخر عمر اون مظلوم رو میکوبد تا اینکه در همین دنیا راضیش کند. هر چه زودتر اون رو حلال و تحلیلی طلب کند و راضی کند. لیکن از اصل فکر میکند که حالا دیگه این رو فریب دادم، من گرفتم، تمام خوردم، گشتم. بعد چی؟ درست پس میبینید که اون مظلوم یکی و فریب خوردگی رو میبینید پروردگار از چند جای دیگر داد، اون زندگیش خوب رفته شد است. اما این ظالم یا که فریب دادگی رو میبینید که سرشون فریب خوردگی رو میبینید که پروردگار حمایت کرده است، باز چند جای دیگر برکتش داده است، زندگیش خوب رفته شده است. اما این فریب دادگی رو میبینید سرشون سرگردان آواره و بدبخت و بیمار، ده ها بیماری خطرناک. برای چی همین بیماری های زیادی میآید؟ به خاطر که این قلب پر از کینه و قدرت و عداوت و دشمناگری هست، کینه و حسد است. همین کینه و حسد انسان رو بیمار میکند، انسان رو سرگردان و آواره و بدبخت میکند. برای همین بنده مومن باید همیشه پرهیزگاری و خدا ترسی کند که یا پروردگار من هیچ نشود، خدا نکند که کسی رو فریب بدهم، کسی رو غارت کنم، اموال کسی رو بدزدم، با کسی خیانت کنم، چی خودی باشد چی بیگانه باشد. گاه میبینید زن به شوهر خیانت میکند، شوهر به زن خیانت میکند، فرزند به پدر و مادر خیانت میکند، حتی پدر و مادر یا پدر یا مادر به فرزند خیانت میکند. بعد چی؟ یک 10 سال بعد چه ببینید چی؟ بعد میبینید که خور و زور و سرسان و سرگردان و پشیمان و آواره و دیدو و ناکام و بدبخت میگرده. مردمی ما چی میگوین که خود کرده رو دوا نیست. برای همین بنده مومن با نیت نیک و قلب صاف و پاک همیشه با بسم الله و تکیه به پروردگار. ولی میگه چیز؟ پروردگار میگه استعیذ بالله و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که خدا ترسی کند پروردگار 10 درش رو برایش میکشاید، 100 در برایش میکشاید، 100 در کشایش برایش میکشاید. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و پروردگار براش از جای میرسوند رزق و روزی و اقبال و آبرو و عزت و برکت و سعادت را که در گوشه خیالش نبود. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که توکل به پروردگار، تکیه و توکل و امید به پروردگار کند، پروردگار هرگز او رو خور نمیکند، پروردگار هرگز او رو ناکام نمیکند، هرگز او رو ذلیل نمیکند. حتی پیر می شود، هر انسان پیر می شود، بیمدار می شود، بیمار می شود، لیکن خور نمی شود، ذلیل زیر پا نمی شود. هر چقدر پیر شد عزت و برکت و سعادتش رو زیاد میکند. حالا انسان های خدا ترس و پرهیزگار و با تقوا رو میبینید هر چقدر که پیر شدن با عزت و با برکت شدن. چون خدا ترس
انسان مسلمان خدا ترس پرهیزگار هر چقدر عمرش بالا رفت قدرش بالا می رود. 80 90 سال است بعد میگه بابا کو مرحمت یکون چی بگی، میگه ای بچه‌م ما همین خوردیم که حساب ندارد. همین قناعتمندی و روزگی و این پهلوانی و این توانمندی جوان ندارد. این دمداری 80 سال از کجا میگوید این رو؟ به خاطر که در طول حیاتش چیز همیشه پرهیزگار بود، خدا ترس بود، انصاف و عدل و انصاف. من نام نگیرم تقریبا میشفیدی 100 سال 98 100 سال صحبت کردم. من فکر کردم گوشاش وزنین است، بلند گپ زدم. دیدیم که آرام گپ زده شده است، میشنودم اینجا خجالت شدم. من ماشاءالله خوب است، تقریبا 25 سال ندیده بودم، 25 سال پیش دیده بودمش. من گفتم ماشاءالله سلامتی گوشا همه یک و الحمدلله همه جا به جا است. در روش صحبت یک سخن گفت که هیچ فراموش نمی شود. گفت من با مرحوم رئیس میرعلی محمد علی همکاری داشتم، وظیفه‌های مسئولیتناک و حساس و یعنی داشتم، لیکن در طول حیاتم به هیچ کسی ظلم نکردم. الحمدلله فرزنده و بالای کار بالای چشم دیده زندگی دارد با عزت با برکت. همین است انصاف، انا همین است. خدا ترسی و پرهیزگاری انا همینه، برکتش همین است که 100 ساله هست قریب، ولی شبیه قمر قد 101. لیکن قناعتمند، آرام، آسوده، بالای چشم دیده فرزنده، همه براش مهربان. برای چی؟ به خاطر که به یک کسی ظلم نکرده است. موافقی گفته خودش واقعا همانی است، کسی ظلم نکرد، کسی از روی عدل و انصاف زندگی کرد. یعنی چیز البته پروردگار در فکر او بنده میباشد و پروردگار اون بنده اش را حفظ میکند و برکت و عزت و سعادت میدهد. لبی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در کمتر بلندتر گپ زنید که آوازتون پست آمده شده است. خداوند برای انسان‌های متقی چه نعمت‌ها را وعده داده است. سلامت باشید، سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ خدا خیر برکته، موفق باشید، سلامت باشید. خدا برای انسان‌های متقی چی نعمت‌ها را چی داده است؟ چی نعمت‌ها را کفالت داده است؟ کفالت حفظش، کفالت عزتش، کفالت برکتش، کفالت این مسافر 100 ساله رو که نقل کردم فعلا بود شد نه حکایتش، همین است. همه پیر میشد، همه برجامونده میشود، لیکن اون ایشی سرگردون است، اینش با عزت و با برکت و قناعتمند. لبی الو 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 لبی. سلام علیکم. علیکم السلام. یک سوال است استاد. ما تاج‌الدین سیدمحمدی از رزدفه ریان واسه. مرحمت لبی جان. یک سوال است. مرحمت روش میکنم. خداوند در قرآن کریم دایر به تقوا و قرب الهی کدام خصلت‌ها را تاکید کرده است؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت. دیگه سوال نیست؟ دیگر سوال نیست؟ الو خدا چی نعمت رو برای انسانی با تقوا وعده کرده است؟ میگه که خشیت الله رأس کل حکمه، ترسی پروردگار یعنی پرهیزگاری، انصاف، عدل و انصاف اساس تمام حکمت و کامیابی مسلمان در زندگی است. مسلمان کامل و کامیاب زندگی میکند. این است حکمت. یعنی وعده چی؟ وعده داده که حالا پروردگار میگه استعیذ بالله تذکرونی اذکرکم، شما من را ذکر کنید، همیشه در یاد بگیرید. در تمام معامله با پدر و مادر، معامله با
فرزند، معامله با همسر، معامله با همکار، معامله با یعنی چی؟ صاحبکار شریک، رفیق، همکارای شریکی که در یک کار شریکی دارن، همیشه پیش رویت، یعنی همیشه پرهیزگار باش. از کن من شما رو حفظ میکنم، من شما رو برکت میدیم، من شما رو عزت میدیم، من شما رو کامیاب میکنم، من شما رو یعنی قناعتمندی و خاطر جمعی میدهم. مستفید 100 ساله گفتم که گفت که الحمدلله که من بسیار وظیفه‌های حساس و نازک فعالیت و کار داشتم، لیکن به هیچ کس ظلم نکردم، به هیچ کس ظلم نکردم. این از پرهیزگاری. به همسر ظلم نکردی، به شوهر ظلم نکردی، به فرزند ظلم نکردی، به همکار ظلم نکردی، به همسایه ظلم نکردی. و پروردگار عزتت میدهد، برکتت میدهد، کفالت زندگیت میشود، کفیل زندگیت میشود، کفیل برکتت میشود. برای مسلمان باید که همیشه باید پرهیزگاری کنند، همیشه باید گذشت کنند. میبینیم گاز بین همسایه در یک وجب زمین برای دهقانی باشد یا برای هر چی باشد، خب تو زد خورده که یک دیگر چکروی نمیکنن، خونشور، نعوذ بالله. تو این گذشت یک وجب دیگر نیست. خداوند میدهد برکتش رو. هر چقدر تنگ دلی کردی، هر چقدر سنگ دلی کردی، هر چقدر به انصافی کردی، هر چقدر به رحمی کردی، پروردگار با اون بندهش هیچ پروا ندارد و اون ناکامی و بدبختی و همه اون عملهای انجام دادهش برای انسان برمیگردد. هیچ عملی نیست که به صاحبش برنگردد. تمام عمل انجام داده انسان به انسان برمیگردد. تمام عملی انجام داده انسان تا روز قیامت با انسان میرود. در روز قیامت اونجا بعد به یک عذاب یا به یک راحتی تبدیل می شود، بعد اونجا رهایی است. حالا پیر شد همون عملهای انجام دادهش با اون انسان هست. اگر عدل انصاف و تقوا و پرهیزگاری و دیگر داشته باشد با عزت با برکت، حالا گفتم میگه بابا کو بگه ای بچه من که خودی حساب ندارد، حالا بعضی‌ها 60 70 سال دارن ندارن، میگه اکه کو بگه ای دادر نخورده نمیتونیم محرومیم دیگر و بگه اکا اگر نمیخوری 70 ساله نمیشیدی ولی بر وقت میرفتی میمردی، او یه بر شکر بگو برای چی؟ بخاطر اینکه همون قلب پر از کینه و قدرت و ناراضی. لبین علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لبین چیکار فرمودن؟ یک بار دیگه سوال تکرار کنید، آواز قطع شد. یک بار دیگر سوالاتون رو تکرار کنید، علاقه آواز قطع شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره تقوا چی فرمودن؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت. دیگر سوال نیست؟ دیگر سوال ندارید؟ سلامت باشید. پیامبر علیه السلام میگوید که چیز اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تأمر علیکم عبد حبشی. من شما رو نصیحت میکنم به چیز؟ به پرهیزگاری و به شنیدن و به اطاعت کردن. حالا چی فرزند باشد، چی زن باشد، چی شوهر باشد، چی مرد باشد، چی زن باشد، هر کسی که نباشد، همیشه باید که پرهیزگاری رو اساس زندگی خود بداند. پرهیزگاری یعنی چی؟ خیرخواهی. اگر خوب ساده کرده بگم خیرخواهی. پرهیزگاری یعنی خیرخواهی. لبیک. الو پرهیزگاری میگیم یعنی چی؟ پرهیز کردن از حرام و حرج، یعنی ظلم کردن به کسی، خیرخواه بودن به همه. خیرخواه بودن به همه اساسی سعادتی مسلمان هست. حتی به حیوان ظلم نکردن. پیامبر علیه السلام میگه حتی به حیوان ظلم نکنید. لبیک. علیکم السلام. مرحبا.
هر بین تقوای ظاهری و تقوای باطنی در چی؟ کم در روشن می‌رسه؟ یه دیگه تکرار کنی؟ هر بین تقوای ظاهری و تقوای باطنی. تقوای ظاهری و تقوای باطنی. باطنی بله در چی؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت. موفق باشید. سلامت باشید. تقوای ظاهری یعنی چی؟ حالا خصوصا زنان رنگ و بر و هفت رنگ و ده رنگ و بعد خود در نمایش نگذارد، این میشد تقوای چی؟ ظاهری. تمام حسن و جمال و همش برای یعنی محرمه و شوهر خود. علیکم السلام. صوت خوبه؟ سلامتان خوبه؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت. سوال داشتم مرحبا. یک سوال داشتم. من در یک روایت خوندم که اولی تقوا امام شافعی بود به تکرام که یک روی را میخوندن یک مرتبه حفظ میشد، بار دوبار خوندن، سه بار خوندن، چهار بار خوندن حفظ میشد. و سبب انجا رفتن از استادشان پرسیدن که استادشان در جواب گفت فکر کن یک هفته آخر چی گناه کردی. وقتی که امام شافعی فکر کردن پای یک پیرزنی را نگریسته بودن و همان سبب شده بود تا اینکه ذهنشان سوز شد. آیا همین روایت اساس دارد؟ این سوال اولین است. خب و سوال دومین برای ما جوانان در زمان معاصر امروزه برای تقوا یکم مصلحت میدادید؟ خدا خیر برکت. دیگر سوال نیست؟ مرسی شما دارم. موفق باشید، سلامت باشید. ما خیر پداشت. حالا سوال اول ناتمامان ظاهری یعنی حتی مرد هم یعنی باید که در ظاهر همچنین مسلمان به آزار باید در تمام معامله باید که به آزار باشد، به ضرر باشد. حالا در باطن چی؟ نیتی بد نداشته باشد، قلبش صاف و پاک باشد و هیچ کس مقصدی ضرر نداشته باشد. میشود اینش تقوای ظاهری و اونش میشود تقوای چی؟ باطنی. در این سراسیمگی همین قدر میتوانیم گفتن. لبک استاد از این سوال داشتم. مرحبا. انسان چطور میتواند از وسوسه شیطان خود را دور نگه دارد و خود را همچون متقی نگه دارد؟ خدا خیر برکت. دیگر سوال نیست؟ سلام. یعنی در این عجله من خواهش میکنم که یک 3 دقیقه فرصت بگیریم، 3 دقیقه فرصت بگیریم، باز سوالا را باز قبول میکنیم. یک 3 دقیقه عذر میخوام، 3 دقیقه بعد شما سوال بود میتوانید زنگ بزنید. حالا در مسئله تقوای ظاهری و تقوای باطنی که در ظاهر انسان خودش را انسانی خوبی، دیگر راستگویی، راست قولی، یعنی چی؟ صادق نشان بدهد و بعد در باطنش یعنی چی باشد؟ زیان و ضرر و دیگر. حالا کیسه در یادم آمد. یک پرنده توتی در لب آب کودکا را دید، پرید گریخت رفت. بعدی مدت دید که یک انسانی که ریش دارد و سلا دارد، لباسی یعنی لباسی مناسبی، لباسی اهل تقوا و اهل علم و اهل معرفت دارد. خب این توتی فکر کرد که انسانی بی حضور است از روی شکل و سیکه و صورت. خب آمد آب می نوشید که خب دیگه این انسان هم خیلی بی‌رحم بود، سنگ رو گرفت زد پای اون توتی رو شکست. توتی رفت پیش حضرت سلیمان علیه السلام. ولی شما خوب میدونید که حضرت سلیمان علیه السلام با پرنده و با تمام موجودات صحبت میکرد. یکی از معجزه‌های حضرت سلیمان همین بود. بعد رفت شکایت کرد، گفت که فلانی من رو زد پایم رو شکست. باید که به هیچی اساس چرا نخواست که من رو حال دیگر خوردنی هم نبود. حالا که انسان باید که اگر خوردنی از کدام پرنده که کدام چیز حلالی رو باید که از روی رحم انصاف و عدل باید که یعنی از روی رحم اون ذبح کنند. پس میگه که باید کارت تیز کنی که باید کشیدن اون رگا رو ببری تا اینکه حس نکند حیوان درد رو. وقتی که رگ کنده میشد از مغز و بدن جدا میشد دیگر درد حس نمیکند حیوان، تمام خون میریزد، تمام حس نمیکند، بی‌رحمی نمیشد در اینجا. این از موافقه گفتهای خدا و رسول خدا. ولی که خوردنی هم نبود. چرا من رو آزار داد؟ میخواهم که اون قصاص بگیرم از اون. بعد که حضرت سلیمان علیه السلام دعوت کرد، گفت که مرد و همین پرنده کودک را دید، گفت که به عقل است گریخت.
تو دید که کلا و سلا و ریش دیگر سر لباس و اهل علم و معرفت و اهل تقوا. خب من آب می نوشید، با تو چی ضررتون که زدی پای رو شکستی؟ باید که قصاص بگیریم. تو گفت چی از قصاصش؟ گفت پایت رو میشکنی، پای این پرنده رو شکستی بیهوده به اساس، پایت رو میزنی میشکنی دریوزی. بعد توتی حضرت سلیمان علیه السلام گفت که نه، این پای یا که دست این عیب ندارد، من مغرور به سیکه و صورتی این شدم. حالا ریش و سلا و همین سیکه و صورت چه بگیرید تغییر بدید که کسی رو فریب ندید یا کسی دیگر مثل من فریب نخورد. کسی مثل من فریب نخورد از این سیکه و صورتی ظاهریش که باطنش با ظاهرش موافق و مطابق نیست. پرنده این گونه جزا قصاص طلب کرد که دستش رو نشکنید، دستش عیب ندارد. این زنم سیکه و صورتش من مغرور شدم، من با سیکه و صورت این فریب خوردم، همین سیکه و صورتش رو پیش ریشت رو شدم. خیلی یک جزای سخت برای مرد بود. حالا دیگر این چیز با این جزا توتی طلب کرد که قصاصش رو چنین جزا بدهند. حالا انسان یعنی ظاهر و باطنش باید که موافق مطابق باید باشه. سوال دیگری نوبتی بود که امام شافعی رحمت الله علیه شعری داره، میگه که شکایت کردم از فراموش خیالی، استادم نصیحت کرد به پرهیزگاری. گناه هست که انسان ضعیف میکند، انسان ناتوان میکند، انسان خار میکند، انسان بدبخت میکند. انسان شاعر میگه خدا نریزد آب روی کسی، گناه هست که ریزد آبی چشمش بسی. همین گناه هست که انسان خار میکند، گناه هست که انسان به جهنم میبرد، گناه هست که در همین دنیا پس پنجره میبرد، گناه هست که به ابرو به عزت و ناکام و بدبخت میکند. همه همین گناه هست. در اصل انسان مخلوق مکرم و محترم هست، لیکن گناه که انجام داد و پسترین و تحترین مقام یا به سختترین عذاب مبتلا و گرفتار می شود. درست است؟ برای همین پرهیزگاری عقل، ذهن، خاطره رو همه رو، حتی که همین پرهیزگاری و تقوا و خدا ترسی یک نوری دارد که در چهره انسان نمایان می شود و معصیت گناه یک تاریکی دارد که در چهره انسان نمایان می شود. برای همین امام شافعی رحمت الله علیه گفتن که شکایت از گناه کردم، استادم پرهیزگاری توصیه هم داد، راهنمایی هم کرد. وقتی که پرهیزگاری میکنید، خدا ترسی میکنید، تقوا پیشه میکنید، خدا عزوجل در ذهن، در علم، در روح، در روان، در جسم، جان و رزق و روزی و حتی فرزندانت، حتی اهل خانواده، حتی آیندگانت، پروردگار برکتش رو می افزاید. این یک طرف دیگر که حالا جوانان چی توصیه به جوانان میگویند که توبه لمن جمع بین همت الشباب و حکمت الشیوخ. خوشو به حال جوانی که توانمندی جوانی و حکمت و تجربه پیری رو یکجا میکند و موفق ترین انسان، با برکت ترین انسان، سعادتمندترین جوان زندگی میکند. حالا جوان هم گفته به هر کم، به همه فسق و فجور و همه خاک بخورد و بعد دیگه پشیمان شود. مردم هم بسیار عادی و ساده میگن بعدی که چی چرزون زدن دیگر چی سود؟ عمر به برکت میکنند، رزق به برکت میکنند، زندگی را به برکت میکنند، ناکام میکنند. همین گناه است که انسان ناکام میکنند. برای همین جوانان رو توصیه خدا و رسول خدا و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و تمام دانشمندان اسلام، یعنی توصیه میدهند جوانان رو که جوانی را غنیمت بدانید، هر لحظه را مطالعه کنید، علم آموزید، عزت و برکت و سعادت شما در همین پرهیزگاری و علم آموزی و مهنت و زحمت شما هست. میخواهید که با عزت و با برکت زندگی کنید، حتمی باید که حتمی باید پرهیزگار باشید. من دانشجو
که دست میدیم توصیه میکنم که شما اگر میخواهید که همین علم شما، تخصصی شما و شخصیت شما با برکت شود، ولی این 4 سال 5 سالی که خونده ایستاده در همین 4 5 سال پرهیزگاری و خدا ترسی کنید، پروردگار همین علم و تخصصی شما رو یک متخصصی با برکت میکند که خود در حیرت میمونید. این بسیار تاثیر دارد. بعضی ها هم خواه میخرند بعد میخواهند که با بهترین انسان، کامیابترین انسان شوند. نه، انسان رو، رزق انسان رو، زندگی انسان رو، حیاتی مسلمان رو، رزق روزی مسلمان رو، اهل و خانواده و زن و فرزندان مسلمان رو به برکت میکند. پرهیزگاری و خیرخواهی و نیتی نیک و قلبی صاف و پاک و محنت و زحمتش، یا اینکه به برکت میکند فسق و فجور و معصیت و گناه و بدخواهیش. برای همین باید که جوانان همیشه پرهیزگار باشند، خدا ترس باشند، محنت و زحمت بکشند. هر چی که نفس انسان میخواهد، هر چی که نفس مسلمان میخواهد، پروردگار با راه حلال نشان دادگی هست. با راه حلال نشان دادگی هست. حلالش هست، به حرامش نرو، با حلالش زندگی کن تا اینکه با برکت باشی، تا اینکه با عزت باشی، تا اینکه سعادتمند باشی، تا اینکه خیر دنیا و آخرت رو به دست بیاری، تا اینکه رازگی پروردگار رو به دست بیاری. حالا رازگی پروردگار رو به دست که آوردی با چی نمیرسد دیگر؟ رازگی پروردگار هم در رازگی پدر و مادر، در تربیه فرزند، در معامله نیک با همسر، در معامله نیک با همسایه، در معامله نیک با همکار، در معامله نیک با از روی انصاف و عدل و انصاف معامله کردن با یعنی چیز شریک و رفیق و همکار و دوست و دیگر خیش و تبار و این هم رازگی پروردگار در همین است. برای همین جوانای ما باید که خوب اندیشه کنند، شیطان غافلگیرش را نکند. متاسفانه حالا میبینید بعضی جوانا یعنی گروهی تاسیس میدهند و هر جوانی که از پیششون میگذرد یک لط و کوب میکنند و میزنند و میشکنند و یا که دیگر خونشور میکنند. او بعد گجو میره. امروز توانت هست، فردا بعد با یک سببی اگر کسی دیگر هم تو رو نزنه، داره چند بیگناهی رو در همون کوچه و در مکتب و در یعنی در محله و در هر جا چند انسان راهگذری رو، چند جوان یا کودک راهگذری رو زدی و آب دیدش یا که خونش رو ریزاندی و دیگر کردی. او چی فایده میبینی؟ از همین کردار چی منفیت میرسد به تو؟ از انسان آزاری کی برکت بیفته است؟ جوانی عزیز که گروه تشکیل میکنی و یک گروه دیگر زد خورد و دیگر کجا میروی به این راحت؟ درست پس میونه عمر، درست پس دیگر پیر، بعد خور و زنه زیر پا میلیون بار پشیمون میشوی که یک کاش هیچ کسی رو آزار نمیدادم که این همه آزار نمیدیدم. دیگر پشیمونی سود ندارد. میلیون بار اگر که پشیمون شدی و افسوس خوردی و انگشتی پشیمونی گزیدی، پشیمونی سودت نمیکنه دیگر. زدی میزنندت، ظلم کردی ظلمت میکنند. جوانی عزیز، متاسفانه کم هم باشد وجود دارد که بعضی جوانو خصوصا مکتب بچهای صنف‌های بالایی 8 9 10 و 11 این گروه تأسیس میدهند و ضرب و لط و دیگر و فسق و فجور و این ما و او دیگر این محیطی ما و او ما این محیط شیف ما هستم و این محیط زور ما هست. او که جو تو که چنین میکنی؟ کجا میروی بعد با این کارت؟ چی میشوی؟ همونه که مثل تو کردن یک گروه ببین که حاضر چال دارن، همونه که ظلم کردن یک گروه را ببین با در بشای خونه 5 6 فرزند سراغشون میکنن. برای چی؟ وقتی که به زن از ظلم کردن، فرزند از ظلم کردن، یک مردمی به آزار از ظلم کردن، زدن پروردگار خور و ذلیل. من هیچ وقت طعنه نمیکنم، نعوذ بالله استغفر الله.
یعنی هستن بعضیش هستن که خب دیگر، لیکن هیچ ممکن نیست که یک بیگناه رو بیهوده عذر دادی و عذر نبینی. این رو داید بگی جوانی عزیز. نکنی گروه، تو گروه تأسیس بده در محل زیستت و در جایی که منطقه‌ای که زندگی میکنی، یک عائله کمیزاد یا یک بیچاره فرسوده خسته شده که برجامانده است، برو خانه او را 3-4 نفر برو اما یا که خاله جان ما خانه تو تازه کنیم، آزاده کنیم، ظرفایت بوشیم، لباسایت رو بوشیم، نگون پرتو چیزی که داشته باشی بریم در پرتوگاه بپرتویم. برای کارهای خیر گروه تأسیس بدهید، نه برای کارهای مضر ضررناک و آزار مردم. از برای خدا یک گروه 4-5 نفر تأسیس بدهید، حالا جوانی که عقل و فراست و ایمان و انصاف و دوراندیشی و وجدان و فطرت انسانی دارید، یک گروه تأسیس بدهید. هر روز یا در یک هفته یا روز یک شنبه فلانی برجامانده خسته هست، پرتوهاش بگرفته است، باید که همین روز برویم پرتوهای فلانی رو بریم در پرتوگاه پرتویی تو اینکه اجر ثواب بگیریم. فلان هفته دیگر خانه فلانی، خانه فلانی در همون محله چند خانه برجامانده و زن و مرد ضعیف و ناتوان رو دستگیری کنید. برکت عزت دنیا و آخرت رو به دست میارید. و علیکم السلام. استاد با ثواب استاد انسان تقوادار به اون نفری گفته می شود که او از کارهای حرام خودداری میکند، یا این از کارهای حلالی که گوییم از راه خداوند او را دور میکنند، به مانند خواب رفتن یا کارهای مشغول شدن. این گونه شخصانی انسان تقوادار گفته می شود یا نه؟ خب سلام باش. تقوا یعنی چی؟ از حرام حرج و فسق و فجور از همه دور بدن، از آزار مردم دور بدن، از آزار دادن به پدر مادر دور بدن، حذر کردن، از آزار دادن به همسر و زن و شوهر حذر کردن، از آزار دادن به یک بیچاره و بینوا و یک ساده و یک بیمار و یک ساده و یکی عقل، یعنی کم عقل است یا اینکه اون عقل نداره، فرض کردیم و بیماری دیوانگی مبتلا هست. متاسفانه گوه میبینید اون دیوانای بیچاره را قطعی بازی میکنن، امونا را یعنی چی غم میدهند، امونا را آزار میدهند. از خدا نمیترسی؟ فکر میکنید که اون هم پروردگار اون رو به عقل یا دیوانه کردگی است تا اینکه تو رو امتحان بگیرد که با اون چی معاملت میکنی، یا که اون رو که کم عقل کرده ساده لوحه که بیچاره کردگی هست و میگن که ساده را یافتی فریبش ندی و بولست. نه، پروردگار را ساده کرده است، تو رو امتحان میگیرد که اون ساده را فریب میدی یا اینکه ساده رو کمک میکنی. ساده رو دیدی کمک کن، امتحان است. میخوای عزت برکت و سعادت دنیا و آخرت؟ یا یک بیچاره بینوا، یک بیمار، اون رو کمک کن. یعنی پرهیزگاری یعنی خیرخواهی، تقوا و خدا ترسی، از همه حرام و حرج، از همه بی انصافی و از همه ضرر و یعنی ضرر رسانیدن. این یک. حالا انسانی که زیاد خوب میرود، این از روی تقوا نیست، یا زیاد میخورد، حتی حرام از زیاد خوردن از مقدار از چینه که زیاد خوردن حرام است. این پرهیزگاری نیست. تو اندازه بخورد که دیگر نفس کشیدن نتوانند، فسش براید. نه، این تقوا نیست. این رو تقوا نمیگی. زیاد خور رفتن رو تقوا نمیگی. اون در گروه تقوادارا نیست. هر چیزی رو به اندازه نگه دار که اندازه نکوس، هم لایقی دشمن است هم لایقی دوست. بچینش ضروریش خوب برم، بچین ضروریش بخور، تو اینکه سالم و بردم زندگی کنی. شما دیدید انسانی پرخیری رو که بیمار نشده باشد؟ هیچ ممکن نیست. یکون انسانی پرخیر رو دیدید که شما بیمار نباشد؟ نه، نیست، وجود ندارد. همه پرخورها بیمارن و خوردن به اندازهش. همه سال میگه ما امت اسلامی، ما مسلمان و قومی هستیم تا گرسنه نمونیم نمیخوریم. اگر خورده این معده رو بس یک قسمت تقسیم میکنیم یا که تقسیم میدیم، یکیش برای خوردن، یکیش برای نوشیدن، یکیش برای آزاد نفس کشیدن. الو
سوال داشتم. مرحمت. شخص نمازهای 5 وقته ندارد، جمعه هم ندارد، فقط رمضان رو به خاطر مردم بدونه که من روزدار هستم میگیرد و تراویح هم گونه میخواند. در اصل نماز ندارد ولی عملهای صالح دارد. همین گونه انسان از جمله متقیان به حساب میرود. سلام باشید. یا سوال نیست؟ نه. خیر برکت موفق باشید. مسلمان باید مسلمانی موسمی نباشد. یعنی مسلمان باید که بنده رمضان نباشد که در رمضان روزه بگیرد، تراویح بخواند، دیگر بعد دیگه که تمام یک ماه گذشت بعد دیگه بنده خدا نباشد. مسلمان باید این بنده خدا است، بندگیش رو انجام بدهد. حالا بگیم که دیگر وقت که دیگر نماز نمیخونه در رمضان نخونه، دیگه گپ هم وجود نداره در اسلام. که خوند ثواب میگیرد، که نخوند گناه میگیرد. حالا که در رمضان خوند الحمدلله، لیکن باید بعد رمضان هم باید بخونه. بعد رمضان هم باید بخونه. یعنی مسلمانی موسمی باید نباشد، مسلمانی واقعی باید باشد. مسلمانی واقعی که شد اون رو میگن پرهیزگار، شیخ، پرهیزگار، متقی، تقوادار. مسلمان باید که همیشه هم طاعتی، حالا در اول صحبت گفتم که مسلمان یعنی تقوا چی؟ همیشه معامله و اعتقاد اخلاص بندگی و عبادتش با پروردگارش و همیشه رحم و شفقت و دستگیری و کمک به بندگان پروردگار می شود. متقی می شود، پرهیزگار می شود، خداترس می شود، کامیاب. حالا کی چی میگه بگذار من رو، یعنی چی میگن بیش چیزی میگن بگویم. مهم اساس من پیش خودم پیش پروردگارم پاک باشم. مسلمان باید که دیگران رو فکر نه برای دیگران، حالا بعضی برای دیگران میگه که خب دیگه رفیق بدادی به خاطر او یک کاری یک گناهی رو کردم. در گور میرود اون رفیقت رو از عذاب نجات میده که به خاطر اون به گناه میروی، یا در گور از اون میپرسند که چرا فلانی این کار رو کرد یا که نکرد. نه، خودت جواب میگویی. خودت مسئول تمام انجام داده عملهایت هستی. تمام عمل انجام داده رو سوالهایش رو خودت جواب میدهی. باید مسلمان و خاطر هیچ کسی گناهی نکند و خاطر کسی باید یگان گناه انجام ندهد، چی نوشیدن باشد، چی فسق و فجور باشد یا چی دیگر. من در اخیر برنامه از جوانان عزیز تکرارا مراجعت و خواهش میکنم که از روی اون تجربه‌ای که هر روز میبینیم یا خوندیم یا دیدیم یا دیده ایستاده‌ایم، گروه‌های مضر ضررآوری که هر کسی از پیشتان گذشت به گناه نزنید. قسم به پروردگار، قسم خوردن خوب نیست، لیکن به خاطری که خوب دیگر در ذهن شما جوانان جای شود، قسم به پروردگار، هر انسانی به گناهی رو که به اساس شما ضرب لط میکنید، صدها ضرب لط و ظلم و ستم و بدبختی رو میبینید. هیچ ممکن نیست نبینید، چرا که این دنیا بسیب نیست. اون پروردگاری که خلقت کرده است، عقل داده است، اگر میگه که این عقل دادگی من رو چرا استفاده نکردی؟ حالا در تنهایی یک بار فکر کردم فلانی هم جوانی رگزر رو زدم، برای چی زدم؟ او با من چی کرده بود که زدم؟ چرا اون رو زدم؟ چی ضرر به من رسونیده بود که اون رو زدم؟ یک بار در تنهایی بشین که امروز چیکار کردی؟ شب که شد نه تنهایی ده بشین یک بار فکر کن که همین روز چیکار کردم، برای چی کردم، این چی عاقبتی بدی دارد، چی بدبختی بالای من میارد. و صبح که بیدار شدی نماز تکی خوندی بالای جای نماز یک بار فکر که همین روز چیکار باید کنم، این روز چیکار کردم، امروز باید چیکار کنم. اگر میخواهید که زندگی با برکت موفق و کامیاب و سعادتمند و عزتمند و با برکت، اگر مثل شیطان وری همیشه مضر ضرر به دیگران باشد، خب دیگر این وظیفه شیطان است. بین زن شوهر و بین اکا و دادر و بین همسایه و بین این همه غوغا و دعوا و دشمنوگری و
این همه رو ایجاد میکنه. این وظیفه شیطان است. زیان میرسونه. این وظیفه شیطان است. باید که وظیفه شیطان رو انجام ندهیم، باید که وظیفه مسلمان رو انجام بدهیم. و در اخیر از الله تعالی برای همه شما عزت و برکت و سعادت، توفیق و ایمان، هدایت کامل و عقل و فراست سالم و دوراندیشی و خیرخواهی. انا همین نیتی نیک و خیرخواهیت و بقلوی بلند انسانی و با کمالات، انا همین نیتی نیک قلب صاف و پاک و خواهیت. الو عبارت میرسوند. لبای آوازتان نمیوید. خب با این همه آرزو این برنامه رو جنبست می نمایم و تو برنامه دیگر در پناه پروردگار باشید. همیشه کامیاب و موفق و سربلند و با عزت باشید. موفق باشید.